محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد همسایه اش را آزار ندهد و هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد مهمانش را گرامی بدارد و هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد سخن خوب بگوید و یا خاموش نشیند. حدیث متفق علیه. یعنی شخص ایمان داشته باشد به خدایی که او را خلق کرده است و یقین و باوری کامل داشته باشد که روز جزای عملهای نیک و بدش را می بیند، البته این خصلت‌های نیک را انجام بدهد. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي